اون روزها رو فکر نمی‌کنم بتونم با چیزی عوض کنم. آدم روزها شیرینش که کنار کسایی که دوستشون داره هستا نمیتونه اصولا با چیزی عوض کنه. گفت اصلا مرد برای من افتخاره. میگفت تا موقعی که بتونم بعد پرواز کنم. یعنی مرد با افتخار میدونست برای خودش. پدر من رفت به خاطر ایده هایی که داشت، به خاطر فکر بزرگی که داشت. رفت. هر کسی نمیتونه بره. آره. این دستفوله؟ از همین روی میدونید ببینید پیادهش کنید هیچ مشکلی. آره. ایلام، کرمانشاه، کرمانشاه، همدان. میگه کرمانشاه. خب ببین شما رادار سوباشی اینجا هست. سوباشی همین دیگه. همدان، سرکان نه. بالا. پیادهش کنید. اینجا. همینجا. همینجا. درسته درگیرش. شما همینجا بزن دلتا اکو 1515. اینجا بزن. آره. خیلی خوب. منطقه درگیری ما هم اینجا بود. اینجا بزن. نه اینجا در اینجا. آلفا فوکس رو 3025. این چیه؟ اینجا 11 و 20 دقیقه. این انشاء روز 11 و 20 دقیقه. اینجا بذار. اینجا کانتاکت رسید که فید بشه بعد یه دونه از هواپیما به کدوم سمت میره؟ همینجا اومده. این سمت ادامه داره؟ خب درگیر شده. خیلی خوب. یه دونه از اینجا باید بیاریم طرف این میشه کانتاکت رسید که اینجا میشه فیدش. دقایق آخر سال 63 بود. یعنی 10 دقیقه مونده بود به پایان سال 63 که شهید خلوتبری جزء آلرت یعنی آماده برای پرواز جنگنده و برای درگیری نبود. داوطلبانه ایستاده بود که در این روز عید دیگر دوستانش بیشتر استراحت بکنن. حول و حوش 9 ربع بود که ایشون به عنوان گشت زنی منطقه به پرواز در اومد. هواپیماهای دیگر شکاری F-14 هم از پایگاه اصفهان اومده بودند. منم به عنوان مسئول عملیات در اتاق عملیات بودم و چند دقیقه مونده بود به سال تحویل که تبریک عید گفتم آماده مراقبت از هوافضای جمهوری اسلامی رو داشتیم. روز 1/1/64 بود که ما دوتایی افسر خلبان تو آلرت بودیم. عرضم بزرگ شما که اومدیم پای هواپیما رو چک کردیم، بعد لباسامون رو تو جای مخصوص آویزون کردیم و نشستیم مخصوص داشتیم صبحونه می‌خوردیم. به سرباز گفتیم که یه صبحونه امروز به ما بده که ما امروز کار زیاد داریم. اون روز صبح از ساعات قبلی سر پل زاب عرض کردن بمباران کرده بودن، گیلان غرب بمباران کرده بودن، ایلام بمباران کرده بودن، تهران هر شب حمله می‌کردن. اون روز پر ماجرایی بود. درگیری‌های زیادی ما داشتیم. تعدادی از هواپیمای عراقی اومده بودن تو خاک ما هم تعدادی از هواپیمای خودمون رو پرواز داده بودیم که بر علیه اینا درگیر کنیم. و اتفاقا من از بوشهر زنگ زدم، داشتیم باش احوالپرسی می‌کردیم، حسین چطوری، خوبی؟ گفت جات خالی، نشستیم تو آلرت فعلا که خبری نیست. همینطوری که به من گفت فعلا خبری نیست، آژیر آلرت به صدا در اومد. آژیر به صدا در اومد و دیگه ما گوشی رو قطع کردیم، ایشون رفت. بالاخره حدود ساعت 9 روبینا بود که زنگ آژیر اسکرامبل زدن که ما سریع رفتیم داخل هواپیما روشن کردیم. یعنی فاصله 5 دقیقه هم نشد که هواپیما از زمین کنده شد. به محض اینکه چرخ‌ها بلند شد، هواپیما از زمین بلند شد، چرخ‌ها ما جمع کردیم، سالم تحویل شده بود.
این همزمان بلند شدن هواپیما از زمین سالم تحویل شد که ما در اختیار رادار سوباشی قرار گرفتیم. رادار سوباشی یکی از بچه‌هایی که فایتر کنترل بود. زمان حدود ساعت 11 و 20 دقیقه اینا بود که ما 2 تا هواپیمای دشمن تو خاک هرات که توسط رادارمون کشف کردیم. ما یه دور تو منطقه زدیم و رفتیم طرفای مریوان و کامیاران و کرمانشاه و اینجا دور زدیم، برگشتیم دیگه. تو یک سال خوردی تو پرواز داشتیم می‌کردیم دیگه، بنزینمون داشت به تمام میرسید که گفتیم که برادر سوباشی آقا شما تانکر رو هواپیمای مادر صدا کنین که بیاد ما بریم سوختگیری بکنیم که تو منطقه باشیم. که ایشون با هواپیمای مادر تماس گرفتن، هواپیمای مادر اومد توی منطقه سوختگیری، ما رفتیم سوخت گرفتیم. حدود ساعت 11 بود که ما از تانکر جدا شدیم. دومین سوختگیری رو انجام داده بود شهید خلعتبری. هول و هوش ساعت 11 و 10 دقیقه بود و 1 ساعت فقط از سال 64 میگذشت. همه مشغول تبریک عید به هم دیگه بودند. در همون لحظه دسته پروازی هواپیمای دشمن وارد خاک شد. شهید خلعتبری رو هدایت کردیم به سمتش. ایشون با جسارت تمام و با عشق و علاقه‌ای که به کشورش و اسلام داشت به سمت هدف رفت. ما از اول بهش گفتیم که هدفی که ما داریم هواپیمای عراقی 2 تا، شما یکی هستین. ایشون با اینکه میدونست احتمال داره اینکه تو این درگیری هواپیمای خودش هم بزنن، گفت من میرم درگیر میشم. سلیمان 31 بهادر سلیمان 31 هستم، بفرمایید. چه تایمی؟ 300 درجه رو بگیرید ارتفاع 25000 پا. بله میرم 300 درجه 25000 پا. تعداد هدف 2 تاست. در بیرینگ 305 درجه شما فاصله 65 مایل. چارلی اکوسیسی سمت وست سلیمان 31 داریم. ارتفاع 45000 پا، سرعت 600 تا. گرفتم. هدف از چپ به راست شما رد خواهد شد. ارتفاعش 45000 پا. اسلحه‌تون رو در حالت آماده قرار بدید. در حالت آماده. هدف در سمت 310 درجه 42 مایل. هدف 310 42 مایل. ارتفاع هدف 45000 پا. شما ارتفاعتون رو ببرید به 35000 پا بالا. بله ارتفاع هدف 45 تا میرم 35 تا. درست مسافتی که حداقل خلبان قفل میکنه ایشون قفل کرد. از نظر روحی هم بسیار آماده بود، بسیار شاداب بود، یعنی انگار که داره میره برای عروسی. اینطوری به هواپیمای دشمن نزدیک شد. در آخرین اطلاعاتی که توسط کنترل شکاری داده شد، فاصله حدود 14 کیلومتر بود. گفتش که یه دونه هدف شما دارین سمت چپتون ساعت 10. شما اگر نگاه کنی قشنگ میبینیش. من یه لحظه دستم میبینم آره هوا داره میاد. هدف گردش به راست میکنه برای 180 درجه. از چپ بگردید 240 درجه. در بیرینگ 265 درجه فاصلتون هست 19 مایل. بله راداری دارم. بله ادامه بدید. 240 درجه ادامه بدید. ارتفاعتون 35000 پا. بله. هدف الان از راست به چپتون خواهد گذشت در فاصله 16 مایل. بله دارم. لاکان دارم میرم برای بله ادامه بدید. الان 255 درجه تونه فاصله 13 مایل. 31 امیر صدا کن شما بگو اومده از منطقه آف شد. سلیمان 31 بهادر. سلیمان 31 بهادر. امیر برهوت. ابلاغیش این بود که حرف نزنه، کلیک میکرد، یعنی دارم. سمت 310 15 کلیک میکرد. سمت فلان. بعد یه جا میگه که لاکان دارم میرم برای زدن. دیگه کنترل شکاری چیزی نمیگه. دیگه ما نمیبینیم اونجا چه اتفاقیه. این 2 تا نقطه به هم میرسه. در اون رسیدن یکیش حذف خواهد شد. فاصله بالای 10 کیلومتر بود. ایشون تقبل کرد. در حقیقت ما در اصطلاح بین المللی میگیم جودی، یعنی مسئولیت درگیر شدن با هواپیما به عهده خلبانه.
ایشون با اون کلامش دارم میرم میزنمش، یعنی دیگه به من اطلاعات ندید، دخالت نکنید. گفتم موسیقی آماده شلیک باش که من روی این هواپیما قفل کردم. حسین هم موشک رو ول کرد، خورد توی هواپیما و هواپیما منفجر شد و موشک رو ول کرد، خورد توی هواپیما و هواپیما منفجر شد و گفتم موسیقی نیا کن خلبانش با چت داره میاد پایین. گفت نه با خلبان نیست. ما رفتیم نزدیک دیدیم خلبان با چت داره میاد پایین. رو صفحه ما هواپیما عراقی رو دیدیم که از تو صفحه محو شد و از بین رفت. که بعد از این پرواز که انجام شد ما یه دور دیگه زدیم. رادار سوباشی گفتش که یه دونه هدف شما دارین ساعت 1 تون، خوب نگاه کنین ارتفاع 38000 پاس، شما بزنین موتور 100 درصد بزنین به طرفش. شاید برای انهدام‌های دیگر جلو رفت. ما اون لحظه ندیدیم از شهید بپرسیم یا ایشون صحبت نکرد، ولی آنچه که برای ما ثابت شد ایشون تا آخرین لحظه درگیری با شجاعت کامل، با تحور کامل، با ایمان کامل به این که این راه درستی است رفت و هواپیمای دشمن زد و برگشت. ایشون یقین داشت در این درگیری با این شجاعت در ارتفاع بالا نزدیک شدن به هواپیمای دشمن، چون به تیراندازی دقیق خودش اطمینان داشت که اونها رو میزنه منهدم میکنه، ولی شاید بی اطلاع نبود که شاید خودش هم بزنن. یه مرتبه دیدیم هواپیما منفجر شد، من فقط صدای انفجار رو شنیدم، دیگه هیچ متوجه نشدم. یه لحظه به خودم اومدم که دیدم که چت بازه، من داره میام پایین. نگاه به چت کردم، دیدم چتم تمام پاره پوره است. بعد بند چت که به گردنم پیچیده بود بازش کردم، یه نگاهی به خودم کردم، اومدم با این دست که حرکت بدم دیدم نه این دست حرکت نمیکنه. نگاه کردم اینجا ترکش خورده، خون داره میریزه. به هر صورت در اون لحظه خودم جرئت نمی‌کردم بپرسم. یادم جناب سرهنگ جعفری اونجا یه لحظه پرسیدم صدا داری؟ ایشون جواب نداد. جواب میتونست خیلی خوب بگه نه، ولی میدونست چه اثر مخربی روحی من داره. هیچی نگفت. خب سایت شنود هم هواپیمای دشمن رو اطلاعات شما میداد، ما داشتیم. گفتن هواپیمای دشمن افتاده. باز دوباره گفتم دشمن افتاده ها، صدا داری؟ شب عید بود. تنگ ماهی رو میخواستیم بذاریم سر سفره که افتاد و شکست. تو پرواز داشتی، ما سر سفره 7 سین بودیم و تو سوار پرنده آهنی. یه شب خواب دیده بودی، گفتی شهید میشی. گفتم مگه تعبیر خواب بلدی؟ چیزی نگفتی. صدقه دادم و فراموش کردم. میگفتم جنگ تموم میشه و زندگی ما شروع میشه، زندگی ما با آیدا و آرش. فکر نمی کردم اتفاق بیفته، اونم به این زودی. آرش 3 ساله بود، حالا فارغ التحصیل شده. هنوز دوست داره از تو بدونه، بخونه، بشنوه. آیدا همین روزاست که قسم بغرات بخوره و دکترا بگیره. اون روز جات خالی نیست، تو دل همه ما هستی. حسین، برای بچه ها هنوز همونقدر نزدیکی، همونقدر گرم و پرشور، مثل پرنده هایی که داشتیم. یه اتاق پر از پرنده، پر از قناری. تو عاشق پرواز بودی و شکار. بابا خیلی وطنش دوست داشت، یعنی واقعا تنها چیزی که تو زندگیش
فکر کنم مثلا براش خیلی عزیز بود خاکش بود، که مثلا توی وصیت‌نامه‌ش هم گفته که اگه ذره‌ای از خاک کشورم در طرف پوتینای سربازی بسی باشه با خون خودم اینو تو مرزامو تکون میده. این واقعا خیلی واسه من قشنگ، من اینو خیلی دوست دارم. اینو هر موقع میخونم گریه‌ام میگیره، نمیدونم چرا. من وقتی فکر میکنم به گذشته به پدرم افتخار میکنم. من هنوز که هنوز سر خاک پدرم میرم انگار پدرم تازه شهید شده، تازه مرده، تازه داغ دلم تازه میشه و احساسش میکنم. من واقعا دوستان بعضیاشون که از پدرشون حرف میزنن میگن مثلا نمیرن سر خاک پدرشون، میگن رفته. میدونین براشون مهم نیست از جنگ صحبت کردن، خستهشون میکنه، یا از اینکه بگم ما فرزند شهیدیم خستهشون میکنه. میگه مردم دیگه خسته شدن. ولی من اینطوری نیستم. من پدرم برام یه اسطوره است و ما هیچ وقت فکر نمی‌کنیم از ما جداست، دور از ماست. واقعیت همینه ها. ما هیچ وقت فکر نمی‌کنیم حسین از ما جداست، یعنی رفته نیستش. در هر صورت پدر من همیشه کنارم. پدر من تو خواب، تو مشکلاتم. یعنی من پدرمو تو خواب به قدری نزدیک احساس میکنم که یه بار وقتی از خواب پریدم نماز صبح بود، اذان داشتم میگفتن، اشک من بر نمیومد. یه دختر خالم که با ما زندگی میکرد من گفت چی شده تو انقدر حال بد، که واسه اون تعریف کردم اون خوش منقلب شده بود، از سر سجاده‌ام بلند شده بود، اون نشست پا به پای من گریه کرد. یعنی پدر من وقتی تو خواب منو بغل کرد و من گفت انقدر من تو رو دوست دارم که وقتی که الان دارم فکر میکنم اینه که فقط تنها چیزی که ناراحتم میکنه اینه که چرا تو رو گذاشتم رفتم. وقتی من بغل می‌کرد و پدر من اشک می‌ریخت تو خوابم که همچین حرفی می‌زد، من واقعا وقتی باهاش دارم گرماشو احساس می‌کردم، گرمای آغوششو. یعنی انقدر من تو انتخاب واحدهای دانشگاه خواب پدرم می‌بینم. یعنی بخوام درسی حذف می‌خواستم بکنم، من تو خوابم کلاسو بهم نشون میداد که برم تو. من هر لحظه‌ای که واقعا اینو میگم کم بوده پدر رو حس می‌کردم تو خوابم میومد. اگه می‌خندیدم با اون می‌خندید. من به خدا قسم. اگه گریه میکردم مامان گریه میکرد. همیشه هم وقتی وارو میدیدم رو خاکریزای جبهه میدیدم. به خدا قسم هر موقع بابا رو دیدم رو خاکریزای جبهه دیدم یه مرد بلند بغلش وایساده بود. مثلا یادم یه روز سواری آژانس شدم، داشتم از شهرسوار میرفتم سمت خونه. بعد شروع کرد صحبت کردن و فلان و اینا. بعد گفت پسری کی، چون اونجا عادت مثلا یه رسمی حالت رسمه که مثلا یکم قیافه غریبه باشه میپرسم مثلا بچه کی، نوه کی، چی کار میکنی اینجا. گفت پسری کی، صحبت شد و فلان و اینا. بعد یادم نزدیکای خونه که بودیم بهش گفتم خب آره من پسر حسین خلعتبری‌ام. انقدر منو بغل کرد گریه کرد، گفت ما بچه که بودیم خیلی فقیر بودیم. گفت بابایی تو لباس برامون می‌آورد، مثلا غذا می‌آورد. به خدا نمی‌شناسمش، یعنی اگه بگم اسمش الان بگم. دیدم که آقا میگه که خانم خلعتبری شما میدونید که چقدر حسین آقا به ما خدمت کرده. گفتم نه. گفت شما میدونید که من اگر مدرسه رفتم حسین آقا بوده، اگر که مادر پیرمو چیزی. گفتم نه من میدونم به شما سر میزده ولی اصلا از این جریان چیزی نمیدونم. یعنی تمام حقوقی رو که در ایران میگرفت همه رو، حتی یک سنارش رو برای خودش بر نمیداشت. البته یه موقعی هم کم می آورد. بهت بگم وقتی آدم اینا رو میبینه من میگم ماها فرفک نباید بکنیم که پدر من یا حسین متعلق به ما بوده. به نظر من وقتی این آدما رو میبینم به نظر من بابام واقعا به مردم تعلق داشته. من همیشه به دوستام میگم من نه انقدر خودخواه باشم، میگم پدر من چرا رفت که من تنها بمونم. پدر من رفت به خاطر ایده هایی که داشت، به خاطر فکر بزرگی که داشت رفت. هر کسی نمیتونه بره، هر کس نمیتونه از دنیا، از خانواده‌اش، همه خانواده‌شون رو دوست دارن، نمیتونن بگذرن و برن. من الان فکر میکنم که چقدر ایشون درست میگفتن، راست میگفتن. من چقدر تابع احساسم بودم، چقدر اصلا فکر میکردم، چقدر خودخواه بودم. ایشون فقط برای خودم میخواستم. الانم همین جوره و الان فکر میکنم که واقعا چقدر شانس آوردم که برادرم به شهادت رسید. اگر غیر از این مرگی غیر از این داشت واقعا برای خودم متاسف بودم. هر وقت که دلم تنگ میشه به اون انتها که میرسم میگم خب ایشون عمر خیلی زیادی داشتن، علیرغم اینکه 36 سال داشتن
ولی عمر طولانی کردن، عرض زندگیشون انقدر طولانی بوده که اصلا شاید که به هزاران سال میرسه. من از این نظر خیلی خوشحالم. برای همین انقدر اونا رو دوست دارم، شمال رو دوست دارم. و وقتی میرم سر خاکش، یه آقای، من نمیدونم این کیه، شاید یه خانوم باشه، شاید یه آقا باشه، من نمیدونم، ولی هر پنجشنبه وقتی میرم سر خاک پدرم این زودتر اومده. تمام سنگ خاک پدر منو پر از گلای رز میکنه و دور تا دور خاکشو برام داره چیز میذاره، سرو میذاره. شما میدونید سرو نشونه آزادگیه. پدر من این خیلی دوست دارم این آدم ببینم، ولی هیچ وقت نمیبینم. همیشه ناراحتم که این آدم همیشه، حتی اگه من صبح زود برم، پیش قدم تر از من بوده که بیاد سر خاک پدر من پنجشنبه ها این گلا رو بذاره، این سرو رو بذاره. شما هر وقت از روز تشریف بیارید، تو هر ساعتی از روز باشه که بیاین، فقط این به صرف اینکه روز مثلا غروب پنجشنبه که باشه که مردم بیان مثلا سر مزار، اینجوری نیست. شما اگه شنبه تشریف بیارید، یک شنبه تشریف بیارید، همینجور گلکاری سر مزارشون. یعنی کسایی میان این کارا رو میکنن که ما حتی باور کن اونا رو نمیتونیم ببینیم. شده یه روزی بیاد شما که نباشید؟ من اتفاق نیفتاده. من اتفاق نه. امروز فقط من برام اتفاق افتاده که اینجاش گل نزدن. حالا نداشت نجوری اینجا چرخاش رو چرخاش همشون گل زده بوده. همیشه همینه. شما هر وقت بیاین، حالا هفته دیگه بیاین، سرزده بیاین، میبینین قبلش همینه. و اینجا براش مقدس بود. خیلی اینجا رو دوست داشت. خیلی دوست داشت. میگفت اگر هر چی مونده از وجودم، اگر شده لباسم، حتما اینجا دفن بشم. که میگفت که شاید که روح من پاسدار وطنم باشه. میگفت مرده منم ببرین همونجا که من مواظب باشم که کسی به خاک من چپ نگاه نکنه. ایده‌ش این بوده دیگه. پاینده با خاک ایران ما